در شهر شمال و غربی پېшавари پاکستان مجمع قانونگذار ولایت خیبر پختونخوا پیشنهاد تغییر مسیر دالان اقتصادی میان پاکستان و چین را رد کرد. وکیلان مردم میگویند تغییر مسیر این لایحه نقلیاتی از خیبر پختونخوا به پنجاب معنی آن را دارد که میلیاردها دلار به ولایت همسایه یعنی زادگاه سروزیر نواز شریف انتقال خواهند یافت. دالان نقلیاتی پیشنهاد شده باید غرب چین را به بندر گودار بحر عرب پیوندد. در شهر شمال و غربی بنوی پاکستان مردم بیخانه و جامانده منطقه قبیله های شمال وزیرستان برای دریافت حجت های رسمی نوبت می گیرند. بعضی مهاجران داخلی اصرار می ورزند که آنها را به نوبت پایی بیشتر برای گرفتن سندهای قانونی وادار می کنند. اما منصبداران اتهام کشالکاری را رد نموده تاکید می کنند که آنها بر پایه دستورها و قانونهای تصویب شده عمل می نمایند. در شهر جنوبی قندهار افغانستان دادگاه 2 سرباز را برای داشتن نقش در ربودن 2 دانشجوی به مدت 10 سال از آزادی محروم کرد. بعد آدمربایی سربازان برای رهایی گروگانها از خویشاوندان دانشجویان پول طلب کرده بودند. سربازان محکوم شده حق دارند بازنگری حکم دادگاه را طلب کنند.